مرد بردن در قبر گذاشتن. نگاه کنین چگونه عذاب کشیده است بود. مار کشدم الو فهمیدی عذابش داده است بودن. وغص میکرد داد میزد میگفت بگیرین همین هر گپ میگفت خلاصه یکم ریاکس یکم گپ چپ نمیشید فهمیدی. میگه یکی میگه ناگهان میگه قبرش میگم خیلی خشوع شد میگه روشن شد میگه ملائکه‌ای که میگه عذابش میدادن میگه آوردن لباس خشروع جنت آوردنشو انا دخیو از جنت آوردن خوشبویش کردن میگه حیران شدی مرد گشت گفت اولی یعنی قوتی من عذاب داده است بدین بهر چی من خیلی در مسد سرازو وای شیدم دارم ان عذاب بازگشتم اویو گناههای ما وجود تمام شد با مسد پرسیدیسه میگن انگلا چی گفتن ملائکه چی گفتن برادر از آگاه باشین گفتن این ایروی کوروی کتنه این ایروی های نو فرزند در دنیا نزد یک عالم میگم یک نزد یک آدم میگم قرآن خوان شش تک بسم الله الرحمن الرحیم گفت قرآن ایزوچت کردن مقصد خوندن قرآن سر کرد از یاد کردن وقتی که الله میگه کدام بنده ما نام مرا بسم الله الرحمن الرحیم میگه میگیره قرآن میخونه گفت گپو سخن مرا میگیره چگونه مثال ما پدر او را در زمین بگیم در قبر عذاب میتم. همچنان حدیث داریم در صحیح مسلم 1631 خطا نکنم مینویسم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که انسان از دنیا میگذره در حال میگه وایش محکم میشه کتابی ثوابش محکم میشه تمام نامه چیزش اعمالش هم محکم میشه دام کتابش دیگه خیلی چی نمیشه نه که غیر از سه کس گفت سه شخصیت گفت چیزاش محکم میشه. صدقه جاریه یکم کدوم که یک راه کرد او کرد مسجد کرد مثال پس یعنی وقتی که مرد این چیزش بگیم ثوابش رفتن میگیره بعد مردنش هم دیگه آدمی که مثال یک کس مثال درس قرآن داد یک کس یک چی نشون داد کو اگه او میمره این بگیم میخونه که قرآنش خونده سه رمضان و نماز خونده سه دوام داده سه سوره خونده سه این هم میگه دیگه این سوم شخصیت فرزند صالحه کدوم اخرش فرزند صالحه میمونه یا دخترش حافظ قرآنه یا که فرزندش نماز خونه حافظ قرآنه سوم شخصیت گفت این شخصیت برای همین برادر عزیز فرزندو رو تربیت کنین قرآن خون کنین نماز خون کنین فقط فردا مردی رفتی شتوبی پگای فرزند اینجا بانگی و هنگی نباشه و نماز بخونه در حق دعا کنه بگیم سر قبرت بیا یک دعا کنه و یا که در جای نماز بشینه دعا کنه یا که چی وای کنه که فقط دم آسان شود در روز قیامت یا که خونه قبر ده و вообще اهمیت نمیتیم تلفن رو میتیم همین برو همینجا برو ما تلفن برو مخصوص برای اون کامپیوتر بوشکی برای سرش میکنه میره نه از یاد کردن در کارهای دادن در کارهای یکم دست اون کسی که شبی اینها یاد بگیرن خب اگه فردا برای خودمون خوبه الله مهربان همون نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله.